سلام به شما دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. من ساناز صفایی هستم، روانشناس بالینی. امروز میخوام راجع به یه موضوع خیلی جذاب باهاتون صحبت بکنم. اگر شما هم مثل خیلی از افراد ریالیتی شو عشق ابدی رو دیده باشین، متوجه شدین که اوایل برنامه این افراد خیلی با هم صمیمی بودن، فضای دوستانه‌ای حاکم بود و هیچ مشکلی نداشتن. اما کم کم هرچی جلو رفت ما مشاهده کردیم که خب فضا پرتنش شد، دعواها زیاد شد و خیلی اتفاقاتی که کسایی که دیدن در جریانش هستن افتاد. اما حالا اصلا چرا این اتفاق افتاد؟ چرا این افراد یهو تغییر کردن؟ رفتاراشون عوض شد. در ابتدا من میخوام برای شما یک آزمایش خیلی معروف روانشناسی رو توضیح بدم و ربطش رو به این برنامه خدمتتون عرض کنم. اونم آزمایشی هست به اسم زندان استنفورد که در ادامه باش بیشتر آشنا میشید. در سال 1971 دکتر فیلیپ زیمباردو دوست داشت که یک آزمایشی طراحی بکنه که تاثیر محیط و نقش‌های اجتماعی رو روی افراد معمولی بسنجه. اومد 24 تا داوطلب انتخاب کرد از افراد کاملا عادی، کسایی که هیچ تا حالا سابقه کیفری نداشتن یا هیچ اختلال روانی نداشتن و اینها رو به 2 تا گروه زندانی و زندانبان تقسیم کرد و بعد یک شبیه ساز زندان توی زیرزمین دانشگاه به وجود آورد، درست کرد و این افراد رو اونجا قرار داد و قرار شد که به مدت 2 هفته این افراد اونجا بمونن. نکته جالب و قابل توجه این بود که این افراد از بین افراد عادی و سالم انتخاب شده بودند. بنابراین تغییرات رفتاری که ایجاد شد به هیچ وجه به دلیل ویژگی‌های شخصی که این افراد از قبل با خودشون داشتن نبود و این میتونست تاثیر اون محیط و نقشه اجتماعی رو روی افراد بسنجه و نشون بده که خب این تغییرات اصلی رفتار به خاطر اون نقشا و محیط اجتماعی بوده که توش قرار گرفتن. یعنی اگر افراد با هر ویژگی شخصیتی تو این شرایط قرار می گرفتن، تغییر رفتاری که نشون میدادن مشابه همین افراد بود. در روزهای اول همه چیز عادی بود. رابطه بین زندانبانها و زندانیها اوکی بود، صمیمانه بود، با هم درست رفتار میکردن. اما هر چقدر که گذشت زندانبانها بر اساس قدرتی که داشتن شروع کردن یه سری رفتارهای جدید رو نشون دادن. مثلا لباسهای زندانی تن زندانیا کردن، اسمهاشون رو حذف کردن و اونها رو با شماره هاشون صدا کردن و یه سری محدودیت‌های خیلی شدید براشون اعمال کردن. شروع کردن به رفتار سرکوبگرانه و تحقیرآمیز بر علیه زندانی‌ها. زندانی‌ها مورد توهین و تحقیر قرار می‌گرفتن. زندانبان‌ها اونا رو تهدید می‌کردن یا مورد ضرب و شتم قرار می‌دادن. این رفتار زندانبان‌ها به مرور باعث شد که زندانی‌ها استرس شدید رو تجربه کنن، افسردگی بیاد سراغشون و یا حتی حملات عصبی رو داشته باشن و خیلی از اونها تصمیم گرفتن که خب رفتار اطاعت جویانه رو پیش بگیرن و هر چی که زندانبان‌ها میگن رو قبول بکنن. بعضی از اونها با اضطراب و عصبانیت به زندانبان‌ها واکنش نشون میدادن. اما چرا چنین رفتارهایی مخصوصاً از طرف افراد عادی ظاهر شد؟ چند دلیل برای این موضوع وجود داره. اولیش قدرت بدون نظارت بود. یعنی زندانبان‌ها وقتی متوجه شدن که نظارتی وجود نداره و اونا میتونن هر کاری که دلشون بخواد انجام بدن، کم کم اون رفتار خشونت‌آمیز زیاد شد. بعدیش میتونه نقش پذیری باشه. یعنی زندانبان‌ها بر اساس یه سری نقش‌هایی که بهشون داده شد شروع کردن رفتارهای مرتبط با اون نقش رو پذیرفتن و سعی کردن اجراش بکنن، حتی اگه اون رفتارها خشونت‌آمیز بود. بعدی میتونه فشار گروهی باشه.
یعنی زندانبان‌ها یکدیگر رو تشویق می‌کردن به خشونت و سختگیری و همین باعث می‌شد که تحت تاثیر فشار گروهی قرار بگیرن. مورد بعدی هم میتونه محیط استرسا باشه، یعنی محدودیت‌ها و فضای بسته‌ای که اونجا حاکم بود باعث می‌شد که تنش‌ها و رفتارهای تهاجمی هم افزایش پیدا بکنه. حالا بیایم این ماجرا رو به ریالیتی شو عشق ابدی وصل کنیم. همونطور که دیدین در ابتدا اولش افراد با هم صمیمی بودن، روابط خوبی بینشون حاکم بود، درست مثل همون زندانی‌ها و زندانبان‌ها که در ابتدا رفتارشون صمیمانه بود. اما رفته رفته هرچی بیشتر جلو رفتیم به خاطر فشارهای روانی، رقابتی که وجود داشت و تقسیم نقش‌ها و همچنین دخالت عوامل برنامه، فضا کم کم تغییر کرد. یه سری از افراد شدن همون زندانبان‌هایی که قدرت رو در دست گرفتن و سلطه طلب شدن و کم کم کنترل محیط رو در دست گرفتن و یه سری از افراد هم به خاطر فشارهای روانی آسیب پذیر شده بودن و نقش همون زندانیان رو ایفا کردن و کم کم به دو تا گروهی که متخاصم هستن تبدیل شدن و تنش‌ها و درگیری‌ها هم بینشون بیشتر شد و عوامل برنامه هم به خاطر اینکه این تنش‌ها و درگیری‌ها میتونست براشون مخاطب بیشتری جذب بکنه، شروع کردن به حمایت و تشویق کردن این افراد به این تنش‌ها. اگه بخوام مثال‌های بیشتری بزنم، یه سری از افراد اونجا بودن که در ابتدا بسیار مؤدب و آروم بودن، اما هرچی بیشتر جلوتر رفت شروع کردن به تحقیر و توهین افراد دیگه. یا مثلا افرادی که در ابتدا بسیار مؤدب بودن و هیچ مشکلی نداشتن، اما کم کم پرخاشگری‌ها و رفتار خشونت‌آمیز توشون بیشتر شد. اینها مثالایی هستن که ما میتونیم داشته باشیم توی این برنامه که ما رو متوجه میکنه چقدر آدم‌ها وقتی که توی نقش‌های خاصی قرار میگیرن ممکنه رفتارهاشون تغییر بکنه و دیگه شبیه اون چیزی که همیشه بودن رفتار نکنن. فراتر از روانشناسی فردی باید به ابعاد جامعه شناسانه و فرهنگی این تغییرات هم توجه بکنیم. عشق ابدی نمایشی از جامعه کوچیکیه که در آن قواعد و ارزش‌ها به سرعت تغییر میکنه. دو قطبی شدن اجتماعی، ایجاد دو گروه متخاصم نمایانگر دو قطبی شدن جامعه‌ایه که در جامعه واقعی هم ما میتونیم اونا رو مشاهده بکنیم. رقابت برای بقا، فشار برای حفظ جایگاه مانند رقابت برای بقا در محیط‌های واقعی هم باعث بروز رفتارهای پرخاشگرانه و غیر منطقی میشه. بازنمایی تضادهای جنسیتی و قدرت، در عشق ابدی شاهد بازتاب تضادهای جنسیتی، قدرت و کنترل هستیم که در جامعه گسترده نیز وجود دارد. نقش رسانه‌ها و فضای مجازی، برنامه و رسانه به عنوان عوامل تقویت کننده تنش عمل می کنند و تنش‌ها رو نمایانتر و گسترده تر می کنند. پس وقتی دعوا، تنش و فحاشی در عشق ابدی رو می بینیم، نباید فقط به شخصیت فرد نگاه بکنیم، بلکه باید شرایط، نقش‌ها و محیط پرتنش رو هم در نظر بگیریم. آزمایش زندان استنفورد به ما یاد داد که رفتار انسان بسیار تحت تاثیر محیط و نقش‌های اجتماعی و هر کس ممکنه در شرایط خاص رفتاری متفاوت از آنچه در ظاهر داره رو نشون بده. در نهایت این درک میتونه به ما کمک بکنه که رفتار دیگران رو بهتر بفهمیم و نسبت به اونها بیشتر همدلی داشته باشیم. حالا بیایم هر مرحله از برنامه عشق ابدی رو جداگونه بررسی کنیم که ببینیم چطور تنش‌ها و تغییرات رفتاری شکل گرفته. در این مرحله همه شرکت کننده ها تازه وارد برنامه شده بودند و هنوز هیچ رقابتی شکل نگرفته بود. فضا مثبت و دوستانه بود، همه به هم اعتماد داشتن و از حضور همدیگه خوشحال بودن. تو مرحله اول مثل روز اول آزمایش استنفورد، زمانی که زندانی‌ها و زندانبان‌ها هنوز نقش‌ها رو نپذیرفته بودن، رفتارها هنوز طبیعی و متعادل بود. احساس تعلق، انسان‌ها ذاتاً دوست دارن به گروه تعلق داشته باشن. این مرحله نمایانگر نیاز به همبستگی بودش.
تلاش برای پذیرش. افراد تلاش میکردن خودشون رو قابل قبول نشون بدن و از طرد شدن جلوگیری بکنن. عدم وجود فشار، جایگاه هنوز مشخص نشده بود و هیچ قدرتی بر دیگری تحمیل نشده بود، بنابراین تنش و خشونت وجود نداشت. مرحله دوم، تقسیم بندی تیم ها. در این مرحله برنامه شرکت کننده ها رو به 2 یا چند تا تیم تقسیم کرد. این تقسیم بندی باعث ایجاد رقابت و حس مقابله بین گروه ها شد. این دقیقاً مشابه زمانی بود که زندانبان‌ها و زندانی‌ها در آزمایش استنفورد نقشه خودشون رو پذیرفتن و هویتشون تغییر کرد. تشکیل هویت گروهی. افراد شروع می‌کنن به تعریف خودشون از طریق گروه‌هاشون و به دنبال حفظ جایگاه خودشون تو اون گروه‌ها هستن. 2 قطبی شدن. ما در برابر آنها شکل می‌گیره که منجر به کاهش همدلی با گروه مقابل میشه. شروع سرکوب و تحقیر. اعضای گروه ممکنه برای تقویت موقعیت خودشون افراد مقابل رو تحقیر کنن یا حتی رفتارهای نامناسب نشون بدن. مرحله سوم. توی این مرحله فشارهای روانی و استرس ناشی از رقابت چشمگیر میشه. دعواها، سوء تفاهم‌ها، سوء برداشت‌ها شروع به ظاهر شدن میکنه. برخی شرکت کننده ها تحت فشار شروع به تغییر رفتار میکنن. بعضی تهاجمی تر و برخی هم به سمت انزوا میرن. حالا تحلیلش چیه؟ اضطراب و استرس. فشار محیط باعث میشه افراد واکنش های تهاجمی یا دفاعی نشون بدن. رفتارهای دفاعی. برخی افراد برای محافظت از خود دست به رفتارهای تهاجمی میزنن. تأثیر نقش‌ها. زندانبان‌های مجازی، همون قدرتمندان برنامه، شروع به تحقیر زندانیان یا همون ضعیف‌ترها میکنن، درست مثل آزمایش استنفورد. مرحله 4. دعواها به شدت بالا میگیره، فحاشی و اهانت‌های کلامی متداول میشه. گروه‌ها کاملا از هم جدان و هر کدوم برای خود جبهه‌ای تشکیل دادن. این مرحله مشابه زمانیه که در آزمایش استنفورد زندانبان‌ها به صورت سیستماتیک زندانی‌ها رو تحقیر و آزار میدادن. تحلیلش چی میتونه باشه؟ اثر بینامی. افراد در جمع احساس میکنن که میتونن بی حد و مرز رفتار بکنن چون مسئولیت فردی کاهش پیدا کرده. تقویت هویت گروهی. رفتارهای خشونت‌آمیز به عنوان روشی برای حفظ قدرت و کنترل دیده میشه. تشدید رفتارهای منفی. فشار برنامه و تشویق به تنش باعث افزایش خشونت کلامی و همچنین پرخاشگری شده. این تحلیل مرحله‌ای به ما نشون میده که رفتارهای شرکت کننده‌ها در عشق ابدی چگونه متأثر از عوامل روانشناسی و اجتماعی هستش. همچنین تاکید میکنه که این تغییر رفتار نه به خاطر شخصیت ذاتی اون افراد بلکه بیشتر به دلیل شرایط محیطی و نقشیه که به اونها داده شده. آزمایش زندان استنفورد دقیقاً این موضوع رو ثابت کرد و ما میتونیم با این دانش رفتارهای شرکت کننده ها رو بهتر درک بکنیم. امیدوارم که این تحلیل عمیق و مفصل به شما کمک بکنه تا بهتر بفهمید پشت پرده دعواها و تنش‌های عشق ابدی چه اتفاقی داره میفته. اگر دوست داشتید حتما ویدیوها رو با دوستاتون به اشتراک بذارین، نظراتتون رو برام بنویسین و حتما هم منو سابسکرایب کنین. امیدوارم که بتونم توی تحلیل‌های بعدی در خدمتتون باشم.